آمد چشم مستت تو باور به خدا کو، دل دارم به دستت تو باور به خدا کو. انگله جو. السلام علیکم. سلام علیکم. اشتنه لالا کجی جان. چیاریم بخیری؟ جانجور اول خوبه؟ شکر فضل خدا. ساعت شما خوبه؟ شکر. خیریته؟ خب بفرمایید. پیار من به شما سلام میگفتم. و علیکم سلام. بعد از سلام گفتم برو به پیش لالا کجی تیپ ساز، تلویزیون ساز. بفهمیدیم؟ ما تلویزیون پیار ما امروز تلویزیون با ما خریده انا برادر که شما داریم هر چی که ما روشن میکنیم فش فش میزنه. بفهمیدی؟ فش فش میزنه تلویزیون انا یکم برفک داره. هیچ جای دنیای افغانستان هیچ جا اصلا برابر یک سر سوزنی نمیگیره. آخه دانه که شما او را از اون مرتکب استوندی او بمتاد کنی امتحان نکردی. کی؟ همین تلویزیون که بخریدی. پیار بخریدم. امتحان نکردی. نه پیار من میفهمی چی گفته؟ چی گفته؟ همسایه خدا کنه امسال گندم دوری پیشه من. پیار ما گفتد مرتکب تام تلویزیون بخرید مرتکب کن خلوشان کده از که مرتکب افتاده. خوب. بفهمیدی از که مرتکب افتاده مرتکب خبره را میگفته. انال بیاردم هر چی که همیتا پیار ما گفت به می رقم روشن کرده مرتکب به می رقم ما روشن کردیم نمیگیره. برای که ما ببینم. سامون چیزی بر نمیداره؟ نه دیگه خب ما برم ببینم. بله. برای چه کنه چی مشکل داره؟ هیچ مشکل داره؟ همین تلویزیون که نمیده چی نشون نمیده. بله. بله. اشتنه به تعدیق کن منطقه نشون داره. این که به خونه که خونه نشون نمیده. از اون نگه اگر موقع خوبه داره از این گفت من بازار نستم از هم سال داره معلم یا الله سلام علیکم. سلام. خیریت سلامت. الحمدلله. چه خبر؟ بفرمایید بخونه. سلامت باشین برو منو. چی خواه؟ قرار غلطی پیار هستین. شکر به خیریت خرمنا جمع شد دیگه. شکر جمع خوب بار بش ان شاء الله. خوب بودا بعد نبود دیگه. میگم برو. بله. من یک تنه گندم بکار داشتم دیگه گفتم با بازار نمیستم. گندم شما میگن گندم که خوبیه. 150 من گندم یک داشته باید برای ما هم بدیم. خوب رفتینی بیا از این من چند حساب میکنی؟ چیزی که با بازار نخواه برادم دیرو ما گندم بردم به 105 روپیه. 105 روپیه. بله. برای ما به چند حساب میکنی؟ همسایه من با بازار سر مردم نشم خیلی. با خدا براد چی بگم دیگه اون بازار 105 روپیه میخرم. دلار هم 100 روپیه حساب کنی 150 من دونه بدم. نمیشه. میشه اشته نمیشه دیگه همسایه با یک جای جبران میکنم. باور میکنیم این گندم ها سعی کنید شما این شورا و پول سیاه و پول دیگه همه حساب کنیم برای اون 105 روپیه خود میشه. یعنی تا پولم بیاوردم 150 من گندم برابر شما این پولا بگیریم برای 100,000 روپیه خب 150 من میبرم. البته حالی نمیبرم. گوسفند دارم گوسفندار بفروشم بخیر با گنج ببرم سوا گنج دیگه پولارم میارم 12,000 دیگه میارم 20,000. نه به 100 نمیشه برات. به 100 نمیشه شما 140 شما از اینجا کراس چرخ میدیم میبریم به شهر به 105 میفروشیم همون میفته برار دیگه انگار. باشه خب من 150 من کنه میبرم هر دفعه میبرم توی خروار. گندم میبرم میفروشم. اون چه زر میشه 100 روپیه کرایه سه چرخ میشه. حالا به چند حساب میکنیم؟ به 140 روپیه برات. مشکل نداره غمی نداره بیاین شما اینا بشمارید. چنده؟ 100,000 روپیه. چه؟ 12,004 تا چند دیگه میشه رو خوردی رم حساب میکنیم با برای شما میدم. مبلغ 50 من شما پول کنیم اومده شه ان شاء الله. صبح هم که اگه گوسفندار بلکه دعا کنیم فروخته شه قیمت خودم بلکه فروخته شه بقیه مونده پول رم میارم.
خوبی شما دیگه دنبال تو سه 12600 دیگه خدا برکت بده خوب انشاء بریم خدا حافظ برم البته من دلجم به شما پول برای شما انگار اینا بیانه دادم دیگه خوب مشکل نداره برو گپ دیگه گندمات البته همه یک دفعگی میبرم پولار بیار خوب. ما هم میبرم باشه سه خیلی باشین خدا حافظ شما خدا برکت بده حیف همینون که شما پیار بچه ها میخورید. شما این تنه را درگه قرب بینندی کرم کردید. عقل کمال یک پیره برابر نیست چیزانه برادران. سه پیار بچه 4 پیار بچه هم ندارم. وای 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 وای. تلویزیون بخریدم. تلویزیون نی آرتان داره نی فیشی داره به من میگن چرا این عکس نمیداده اینجور نشون نمیده. عقل به خیر خوشی شما بخوریم. هم تلویزیونی که پلنگ نداشت. عباس بیا عباس. بیا همین 5 دقیقه بشی. بله بگو. بله همین پیار تو همین برار تو گیلا خب برابر یک نی شدن عقل کمال دارم یا نی؟ چره پیار برام گفت کنید اون رو دم تو میزنم این همدونا بیاقلتره. گپ افته نده گپ. خود تو بیاقل چه برام میگی یاقله ساده خدا بگو تو هم آدمی کله گنده خوش کله بابا یک چیزی بستو بیار علی سعید دیگه کجا میدی گیلا؟ چی؟ کجا میدی؟ هیچ پیار من میگه برم تلویزیون پاست یک آرتانه بستو بیار تلویزیون کجا میبری؟ تلویزیون روشن کرده پیار ما خب خب خود پیار خود روشن کردم هر چی روشن میکنیم هر چی سویچک میزنیم یه باری بر میریم یه باری بر میریم فش میکنه و برفک میگیره خب برفتیم برای کجی رادیو ساز خب. تلویزیون ساز کجی تلویزیون ساز بیاردیم گفتم ماما جمی تلویزیون با ما تیار کو گفت اگه آرتن نداره آرتن اون مرتبه بیری شد برابرت که خود پیار من گفت اگه تلویزیون آورد و ببر این پستی همون 2300 تلویزیون بخریدیم پول از این آرتن بخرید تو چی میگی گیلا؟ چی؟ حد گپ زه اشتال دیگه بزنیم چه تی گپ میزنی تو؟ تلویزیون بود میبری کارتانه بستونی آه چرا خوب؟ آرتان البته میره و دوم بگل بسته میکنی بدون بگل مثلا نه بدون بگل بسته نمیکنم بدون بخر بسته میکنم پیار من گفته و شما چرا تا سال 12 مانی شه؟ چرا نشه چی میگه گپ تا زدنه؟ میگه تلویزیون میبرم آرتین میستونم چه کار چی قلقله داریم ما؟ آره با اینو کلون مله شده این پیار شما شده بابا گله میگه کارتان تلویزیون میبرم آرتین میخرم راست میگه خود میگفتم وردا ببره که آرتین بسکنیم بیاره نه میگه راست میگه بابا شما نشه با دیگه پول کجا بیارم؟ یاله بابا این با پول چه کار داره؟ این میبره کارتین بسته خود تلویزیون باید برو یک بسرا کم کن چه خود بچه؟ چیه بابا من نمین میگم خدا بابا شما چی بیتو میگی نشه بابا اصلا این دیونه شده مغز سهرتی خرابه بابا جنابی که میبره آرتان میستده میاره بسرا آرتان چه کار میکنه شما؟ من پول ندار که این هم بست ما برم آرتینی هم بستنم بله یا بابا نه شما کارا کجیر رادیو ساز کجیل گفته که آرتین بیارم دوم تلویزیون بسته کنه که تلویزیون تیار شه چه کار شه؟ نه گفته که تلویزیون کف تو کبو ورک آرتین بسته بگی گیلک ها شو تو دیونه شدی وای 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 والا یک بیلری بابا دیگه عقل کماله بابا ایت بیاغل شکر خدا برو آرتان بیار با دوم به تلویزیون وای بابا چه بار ما میشه دلدار شد ما گیلک عقل کما خوشو کو پر رهی گیلک چه کار میگی تو؟ بچه بابا این که میگم نره درس نکنه این بیاغلیه بابا این میگم نره درس نکنه میگه این خریه که دوم میشه برو بکه میگم تو کم بود داری بگو خوب تلویزیون نمیده خودت تلویزیون کمیتی چیه؟
بابا آرتین بی تلویزیون خاره که به دنبی واسه کنی آرتین بی تلویزیون یار من اصلاف نمیشه بگی بردابا چنده بابا آرتن نپرسیدی همین پلا بست 2300 به تلویزیون بست نه یک چیزی بست چی بگم با مرتکه این نمایی با ما آرتینه با تلویزیون تلویزیون آرتینه با تلویزیون نبور گیر بی فایده میبوری بابا تو پیار منه آرتین چی بده نه چی کار داره من سر کردم میگو از اون مزیرت خیلی بکو خوبه ماما بابا لکه پولار آرتن بستونو ها دیگه مارتینی بستو دیگه خوبه اوه بیدا این چه که بتاستم چه خود بچه میگه که چه کار فلان میمدن برو برات کار خورو تو خاطر چهار درس خونی به تو بخور فهمیدی داری اما فکر کنم که خیره که سال من 12 بار به جنجال اندازونی